حالا مادر بچه گفتیم این حالا خودت هم می‌بینی لعنتی گپای ناقه تو رسایی که مردار خور خودت نامات هم میگیره. من میفهمم عبید چرا میل من اگه بجای خودت باشم نه دیگه جمعون طرف دور نمیخوام پای من اون طرف نمیمونم که نمو جمع بگیم مثلا جان حتما باید بگویم باید که نیست که پس دیگه مطلب تا نداشتم مطلب از چی است خاطرات تا نشته کردی؟ خاطرات است یگان شعر است خاطرات است یا کلش ماندگار است میمونه دیگه سگو چقدر زیبا میگن شاعر میگه عاشق نگشته ای که بدانی خدنگ ناز در مغز استخوان چقدر کار میکنه الان سلمان و چشمان خوره انگوری پلاق در گوش شود او مادر بدوا نکن من دیدم یک دقیقه مادر صبر یک زینه اول گوش بگی این خود از یفتی این خود از یفتی در مورد زینه من دیدم نبود سلمان نبود هیچ کس نبود در یاولی همین تو بکنم دگردارت که من خود مفتی جانم تو کنیم کردیم خدا تو اومد نکردیم اصلا من تو هم کارا میگی کمی برو در جان کی در جان سلما خدا هم دفعه تو اومد نیست خدا تو اومد زن طرفداری نمیکنم الان فردین بچیم بند سلاح فرخی جب باش از خانی برای بر پیشنید هیچ کس غم از یا نیست ها بکن بیخی خوش کجا است؟ کسی هست خانه؟ نیست کی هست؟ هستی خانه؟ هستیم اینجا روی شد سلام خوب هستی؟ خوب هستی؟ جان تو جور بخیر هستی؟ چی ماما خوب هستی؟ شکر خودت خوب هستی؟ شکر فضل خدا خدا رو شکر ما باز آمدم خیر بیبینی پشت آمدی دق شده بودم تو خوب دختر هستی تو از تو خوشم آمده میخوایم من باید دوست شو خودت خوب هستی خوب میبینی چی حال داری فامیل هم اگه خوب هست؟ شکر خوب هستن چطور زن مامایت هستی؟ زن ماما ما چون دیگه پیش دکتر برده کم خوبتر شده به نظرم آل خانه نیست؟ نه خانه نیست بردش پیش دکتر برده دخترایش هم نیست؟ نه همون جسته برده مادر خدا برده خانه نیست دیگه نه؟ من گفتم رفتی که رفتی دیگه نه ما آمدم اون روز دیگه اومدم تو را ندیدم مقصد آیدیم دفعه سیوم است که میایم خیلی دفعه تا من ندیده نه تو نبودی خب بیا خانه ما بیا باز سا خانه شما اونجاست خانه ما این طرف باز کس نبود من اینجا آمدم خاله زن مامای تا خوب بود خوب شد گشتم میتونست کمی گشتم میتونه اوقع کم میلنگه دیگه خوب است ما اینجا گفتم در آخر یعنی گلا را میدادی؟ یه کسا نمیتایج
یگان دفعه سلمایشان هم بند است دیگه، مادرش مریض است نه. گفتم کسی نیست که در این دزیا آب بده در درختان. نه خوب است آب بتینن، خوب گلکا کده اینجا. ها درختای تانم میوهاش خوب است دیگه. در گرمی خوب است، این سایه است یک ذره. خب چیستم این مامایت کجاست؟ زن مامایت کجاست؟ مامای من چقدر دیر میشه دیگه که ما بیخی خورد بودیم که اشتکایش خورد بوده که رفته دیگه، تا امروز کسی ندیدیشه. کجا رفتن؟ ما چون تو میگه که گم شده دیگه، ما خودش ندیدیم. ای مادرمشان که قصهش میکنه میگه تو که رفت دیگه. اجنا آمده؟ نه اجنا آمده، ما چون که کجا رفته مرده و زندهش گم است. خب یه اولی بس از مامایت است دیگه نه؟ ما چون دیگه از زن مامای مست، حالا خود زن مامای میگه از مست. خب یعنی از مامایت است دیگه، حالا خب مامایت میگه نیست حال دیگه زنش. نه زن مامای ما خب ما ندیدیم دیگه، اونم از زن مامایم که از امون وقت که گفته از مست از اوست دیگه. خب مامایتش ندیدی دیگه نه؟ نه مامای من ندیدیم. زنگ هم نمیزنه؟ من میگم ما ایش ندیدیم، ایج ما خب بیاز ندیدیم. من مادر میشم که میگم یک دفعه رفت گم شد دیگه، گم شد. گفتی که کجاست مادرش؟ امینه مادر جون حالا ما یک از خانه شما که در نیم ساعت دور است به نظر آمدم. آبزو میگه که در زور پیش کنم بیا سرای وری وازه هر کس دلش خواست داد. الو گفتم مادرم بگی سلما. پیش کنم آمدم باش که تو افتاوشتی آمد این سلما. آستم مادر استا یک دقیقه زینا آستاست آستم خیلی زود سرما بنداز مادر. آستم نه گرفته میشه نمیشه سینه کرد. بیا آستا سلام خوب هستی؟ بخیر چطور است خاله جان؟ خوب هستی؟ خدا رو شکر خوب شدی علی. آمد اگه اول زن مامای من میگرد گفت که کجا است، باز من گفتم رفتن پیش دکتر. بریم که مادرم سر پای مانده نمیتونه سلما. مفتح آستا مادر یک دقیقه بیا مادر جون بیا. خوب شده علی. ای بابا نمیشه قسم آدم های خوب از دنیا. از وقت زن مامان خوب شده. بیا دوایی که دیگه گفتی انتظار که کتاب خوب میکنه لن بسگی خدا دکتر نداره. خواهش میکنم زن مامایم جور تیار بوده، هیچ کدام مریضی چیز نداشت. یک دفعه هم تشنی آستا مادر جون صدقی از تشویش زیاد اصلا فهم درباره چی تشویش میکنم. گفتی مامایت هم گم شده نه؟ حتما از همون خاطر دارم. نه نخواست خیلی کم دیگه مانده مادر جان. خیر هرچی نباشه یک بلچر برش بگیریم سلما. نه جور میشه بخیر. بیا مادر جون بیا خود اونجا پس سلما مادر من میگم تو بالش رو برش جور کن. بگی آستا من میگیرم برو. بیا پرتش ها بزنی بی کوبر نشه. آستا چپا کش خیر مادر جون مر چپا میتونم خوش باش آستا این سر پاش بکن مادر جون خدا آستا بکته آرزو تلفون باش چجور خود تلفون سر پای مادر این مادر جون خدا پرته چند دقیقه آرزو بیا یک روز به مادرم بیا گلکا رو کل شب بکنم که باشه مادر چون شده؟ مادر جان؟ مادر؟ جون چیکار میکنی مادر؟ باید بچه میم گلکا رو بودم که تو باید برم که بیا خوشی پایین میتونم بیا. و باید بسیار مری شده دیدن خوشش بریم. چی میکنی مادر؟ بیاد من باید قسم میکنم. چرا میری؟ من باید نماندم که برای خودت چرا میری؟ میفهمی مادر روز که چی عبید هیچ دیدم چی سال میکرد نه؟ چی گفت؟ در تلفنش عکس آمده بود، عکسای آرزو امروی بچه همیش دیست نمیتونه دانش بیتی آی تو یک کارایی که نگو. میگه باید از همون خاطر طبیعتش خراب بود جگر خون. یا بایدش تاله نداره اصلا. چی بگو؟ یا دیگه شما تو برآمدیش هم تو.
خدای صدقه خدا شام من عبید نماندم که برای خود کجا میری حالا مریض شده که شده دیگه حتما خوب میشه دکتر نه برام یک کرد خبرش بگیرم بچه نه نه مادر حالا عبید میگم نماندم سایک مادر حالا میگم این تاکسی برای عبید روان کرده حالا کلان چی کنم بچه منو یک کرد خبر بگیرم ببینیم چی گپ چی گپ نیست هیچ خبر نگی مادر جان اگه خبر گرفتنی باشه خودشون خبر میگیره هیچ کدام تون نروین اون من عبیدم گفتم عبید قبول کرد خود چه قبول نمی حالا بچه که من جنارم به خبرم تو به خدا بگیرم گپ خودشون خبر میکنه وقتی مادر من سایل که وقتی کس عکس میگیره نه روان میکنه حتما آدم خبر میشه دیگه بی خبر نیست کسی حالا چی کنم من خبر از ور حتما بگیرم نه 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 مادر جان که جای معلومات گیر با سر من گفتم میگم تو یک روز اومدی خبر گرفتی من دوا رو بخورم میخورم خیر باشه بخواه زمین رو بخور قسم خوبتر نشدی حالا توام دارم یک قسم تو اینم سرم لق میدن خوب بخواه بشم زمین دوا رو بخور خوبتر بشی سمیرا جان شکر که یه خطر رقم پایمان چیز میره شکر که تو را بردیم شکر که تو آمدی که لاقل غم مخمی خود یک مریضی وضعیت تک زیاد خراب است یک دفعه میرفت پیش دکتر گمش که دکتر چی میکنیم خوب میشم توکل به خدا خیلی خوب نمیشه دوا سه چندانش نه می تغییر آب و هواست تاثیر نمیسیم انشاءالله خوب میشم خود دیگه من میرم نه حالا من میرم با خیر باز پس میایم بیال خانه خمرای تو را دوست شدیم دیگه حالا میایم دیگه هر دقیقه همینجا هستم بیال خیره سیست دیگه من میرم حالا نه برم خیر از من زن مامایت هم دیدم دیگه شکر خوب است تو هم دیدم من یک دفعه چی کنم؟ من یک دفعه مریم کار دارم خوب؟ چپن میارم وردارم یک دفعه پس میکنم مریم کار دارم خوب سیست بود مادر جون خوب استی؟ دلم جمع باشه مریم جان یک دفعه بیم کنم دارم چی شده؟ گوش کن مریم این دختر کس کرده قده خانه است؟ مچو مچو؟ خب 3-4 روز است که رفت آمد میکنن مچون به خدا دیگه او آمد اگه از خاطر مادر گفت اول زن مامایت بگیرم صحیح است اگه اول زن مامان بگیرم خب کی است اگه ما نمیشناسیم تو نمیشناسی کسی نمیشناسه دولی میه و میره رفت آمد شروع کرده چند وقت یارا ای در بیرون رفت پس می مادر جان دل جمع باشه ای تشویش نکن جگر خونی نکن ما و سلما پیشت هستیم ای مادر جان هر قدر خداوند دعای ما قبول کنه مادر جان به خدا یک دیگه الوا میتون به کلگی تقسیم میکنم همین تو خوش باشی تو بالا سر ما باشی دیگه هیچ از خدا نمیخوایم یک تشویش نکن جگر خونی نکنی مادر جان دکتر گفت تا که میتونی خوش نگاهش کنین تو که خوش باشی زودتر خوب میشی خدا بدون شک مادر جان کل ما بر دعا میکنیم انشالله خداوند دعا یکی ما نه از یکی ما قبول خواهد کرد مشکلات ما چه خلاص خواهد شد مادر جان ای خداوند امیم هدایت نیکی بده یا از دل ما خدا خبرش کنه که این حالت سر ما خدا سرش بیاره که بفهمه که مشکل چیز مریضی چی هست جان مادر دختر سلما دختر نه دختر خانه امیتا مچون به خدا میفهمی که مشکلات خود ما زیاد است که یا همین فردین یا یک جنجال دیگه جور نشه مریم میره بگو که دیگه این طرفا نبیه میبینی امیال از این ما رفتیم امیال در خانه هیچ کس نبود از خانه ما چیز لوزی میشه یک چیز گم میشه باز میگیره بگیره نه اون رقم دختر معلوم نمیشه رقم بیاس و هیچ کس قسم که هست معلوم نمیشه
خب من چون دیگه من اینجا گلا رو میدادم دروازه باز بود آمده گفت من اول زن مامان به نظر من این دختر بسیار یک رقم مشکوک است. از این خاطر من برات گفتم ما که دیگه خیره که وقتی که آمد زن پیش دروازه جوابش بده، چون ما گفتی خودت که آمدی گفتی دکتر هستم خیره چیزا میفهمه، یک دفعه بیاد دو دفعه بیاد، او دفعه دیگه آمده بودم امروی مادرم چی گفت اول پرسان کاتونو سایس مادرم جور شد نشد دیگه به چی خونه برو خلاص شد. یک دفعه آمد دو سعیز دلسوزی مریم جان اگه برات بگم در دنیا کل دنیا کس مطلب آشناس بدون مطلب کسی هیچ کار نمیکنه. هر چی هم که باشه دلسوزی نمیشه، نه مادر ما میشناسه نه مرا میشناسه نه تو را میشناسه، چی گفته دلسوزی میکنه. یک دختر بود که مثلا گفته خودتان آمده بود که واکسین کردن یک گلاس سو دادیش بازو قدر رفت اومد در خانه یک بیگانه خوب نیست، میفهمی که از هر مشکل است. خیر دیگه دفعه که آمد من خب نمیباشم میفهمیم در خانه اگه دیدیش آمد از دروازه به سو دروازه در پیش دروازه هستین باز کردی اما تو از پیش دروازه جواب بده که بره. هلو خدایا بچه یک مزه شل کرد، خدایا شل کنه اینه او خدای شل شوه. کاش که پیسه همی داشتم ناله یه ذره کلاو پاچه که گندم نرم میکردم برش. از خیرات از این مامی زرم میخوردم مام پای در دستم. خدایا خفه نشی مریم جان از این گپ مفهومی؟ خفه نمیشم راست میگی نمیشناسی میشه دیگه فقط هم قمی گفتم که بفهمی. صحیح است خوب است. او دختر که دا واکسین بود نمیفهمم مادر جان پرسان کرد خورخنده مریم شده خورخنده مریم شده از او خاطر آمد که یک بار اول ترام بگیره. عجب آدم هستن خوبی هم کنید اقل حال خوبی کردم امو رو ماندم اینجا. بی دست شو دختر بگی بگی آمدین مادر؟ آمدیم ما دست بیدرت بگی تا اونجا ببرشه. دی بی پیسگی دی بی روزگاری یک رو بی خدا دی خانه نیست. چی گفت دکتر گفت باش کلا پاچه بریم پخته کنیم گندم هم پرتی. من پیسه گندم من ندارم بازی کلا پاچه از کجا میشه؟ اگر میبودی خیر از رک میگفتیم یادم علاقه خمو میخوریم قایم که کوچه رو بیا میگفتیم ما نداریم پیسه کجا کنم کلا پاچه بخرم. خب خیر دوایشو میگرفتی خوب میشه دیگه. من پیسه داری بچه ماستای کرد آستا میتونی پایین شده آستا بسم الله خدایا تو بچی ها از بیخی من نمیفهم که چی روزه. الو خدا دست سلما دیوانه خود شدم مزیم چی کنم. الو مادر سلما خود نکده حقیقی سلما نکده من کسی یفتی در از مادر تو دیدیش کفتی؟ چی میگی؟ لو دقیقه چی میگه؟ با دختر خیلی پیش دکترم رفتم دیگه پایم شکستم یخی چرا نمیفهمی تو؟ سایسته که شکسته خب اونجا من دیروز گفتی دادی مادر میگه سلما کنه او دختر زیاد ترداری نکن با خودم گنده بود بگیرم اینو ترداری نکن که موصله ندارم خیلی ترداری چونو ما رو میکنی پس برای خدا او دختر من 2,500 پا کوری که بودیم جمع که بود نکرد قاق ما فروختم 50 پاش مردم باش خمر که نکرد جی بگیرم آل از عمل نسوال خماندیم امورم کرم متعدانو من از این سلماگه که پیسه نگیریم که میمونم با خدا که خب بابانو پاش باشی خیلی دمت میدونم سیاست که من خشم از کجا کنم خودم نیار نوزستم خودم بیوزن از کجا کنم خیلی خدا از من رو سنان نمیتونم دوباره بار بگیری مریض افتاده در جای افتاده خبر شدیم. نه مادر جای امریکا و نوبایدن ما گفتم من خود در هر جای نمیمونی آدم سیلی کردی که ما چی کنم. نه دیگه جای برو میگم عکسای چیش روان کرده نه اون گفتم دیسپلی است دانش نان میتای تو خیلی عکساش دیگه مناسب نبود چی بگویم برای باید روان کرد دیدی باید چقدر طبیعتش خراب است چه که خیلی بچه خالوت شده رو مخبر میکرد ببین ماما رو میگم خاندان خوب نیست مادر حالا نیست اگه هست نیست ما یک رو ببین چیم دید خدا چی شون بگیم ما پیشتر از ما چی میگویم چه خشن لاش حالا عکس حالا نه تو چند وقت بان کارا میشم چی گپ است تو مرا دیوانه کردی دخترم چی دیوانه کردی مادر جون برو قرار کرده بیشی خود هفته بده چی میکنی میری نه هفته می هفته دو اسپورت جور شده چی میکنی ارزش نداره که بر پیش از اون نکذاری میتر کنم قدر گپ سخن از یورو ما بکش وی امیتگور کنی که تو خو کردن دمی جای صافه نه چه سازی هم تو یک خرگنج دارم تو سعی کجا دیشی نه حالا صدا میکردی تو شک برات من داختن نه جبوت هم داشت وی دیگه تو قدر دایی نم چی دیگه خواهی نکن وی گورم کنی خدا نکنه که تو خسته شوی اون نفس هم میخواد و جان هم میخواد میشه هم که
چطور خوب هستی؟ شکر بچه خدا که چی حال داری خوب گفتم باش که برم یک چکر کسونا خبرشون بگیرم که چطور هستن چطور نیستن آمدم که تو را دیدم من تو دیگه مرا صدا کو یا دختر صدا کو میره تو شک برات مندازن دیگر تکون نگی بخی یک رقم من برش گفتم از کدام شما؟ من بر مادرم گفتم که چیزی قصه نکنمش چیزی رو تو خرخصه نمیکنی؟ خبر حالی نشد موضوع مهم نیست همه جا حالا مثلا جانم مادرگیست باید خبر شما باید چرا من خبر نشم حالا آدم کل چیز چرا پت میکنین بچه بعد دیگه من میرم کل چیز آمدم نم جدو توضیح برشون میگم کل گپ چی میگم دیگه تو حوصله ندارم زن بیادرم یک رقم شد حال تو برمد بیرا جان رقم غصه که کدام چیز دیگه بطور شد نه همه جانم تو سوال خلق شد میگه باز یعنی شکر مثل تو رقم خور دارم میگه چی دکتر چی کنم میگه چی کنم میرفتی پیش خوشوی و باید میگن سکته کرده نه دیگه گپ سعی کنم میگه باز دقم جان کندن و قصاب دقم چربو حالا خوب شما میرم یک روز میرم پرسانش میرم گونه باز دامادش خو میره دامادش خو میگیره خب میره خود جای خود داره تو جای خود اینا بازگه نمیکنن دیگه که یک دفعه متمرزیم نامد خبر نگرفت باز مرزیش هم خادی نیست این سکته کرده میگه والا گفتن خو خیره میرم بخیر شکر که تو هستی که اینقدر تاکید میکنی اگه نه خرچی نباشه قدرت هر هست چیز نه خیش دسته پوری میکنی والا خود نه ضرور است باید میرم من تو اگر باش که چی شوم خوب شوم میترک می خورخونده چی؟ یه چیز مریم نمیشه خونه خوب خواندگی رخ کدش گرفته سلام رفتم از مریم ندیدی که تو قسم میکنن قبل رفتم پیش مریم گفتم این دختر یک ذره مشکوک است امیر خیر دیگه داخل خانه اجازه ندین هر دقیقه خب اول مادرم پرسان کردم میخوای یک دفعه دو دفعه دیگه ما نمیشناسیم نه مادر خب نه تو میشناسی نه من نه مادر نه مریم میگه من نمیشناسم خانه ما بیاز کوتی سرای است یکی میره یکی میره خوب نیست یک ناشناس یک بیگانه یک کسی که نمیشناسیم حداقل رفت آمد کنه به خاطر مریم گفتم بیا زمدان دروازه رو باز میکنه تو مگه دیگه بردیدش من خانه نمی باشم شب خانه شاید باشم حالا مریم میگه که چوکیداری دارن دروازه رو گرفتی خادمای بیگانه نمان آیا گونه زموز تو واکسیناتور تو چرا کش کنی بری خب خیر ببینه یک نسخه به مادر نوشته کرد که روغنا بگیری چک کنه مریم ساده شاید فکر کرده باشه که این دختر به فایده عزیز خب من گفتم این رقم کسی دختر چی مادر بفهم ساده نه ساده نیست مریم دین مادر رو شناخته شدی آقا مادر راست میگی طرف مادرش رفته بابا سلام میرم خدا مهربان سم پای سلام میگه که بابا خدا دیگه میکنه میکنه من دست میسه خیره بیشی رسه بس میسه که اون روز ده چی رساده خیلی جنگ میشم خیلی چی کنم والا خدا حالا میمسه میره که برم بگیرم برو خانم بابا کنیم تو پیسه میده بازار میگیرم خامو پیسه دمی روز بعد بازار میگیرم دمی که مصرف نمیکنی چی میکنی صحبت این پایک درست پایک دمت جوش نخورستگان کسر کرده خودم چی شده دکتر که با من صحیح نمیگه میگه باش مادر زیاد دیگر خودی میکنه خیر از خوب میشه دیگه استوگه اوه حالا کاش که پیسه دیگه میداشتم فلان باشه یک چیز خود میگرفتم خب خیر لازم که عمل میگه میشه مالا کو بیاره و قد جیگه که تو خوی کو بی پیسه چرا اندازه و میدونی اما قدر خیکی آوردی کار کنه نه مادر چی باشه خب با ما شما بدی نکرده چی بگیم ما دختر بیچاره شاید خانه عیب شده پشت سنه کل کارا میکنه پشت خوبی از نمیکنه خپک از خپک سلمو جان تو در خانه نیستی چی مادر بیاد کلش از خاطر همه مست مادر جان خدا ما میگم ممی من خاله بل کنم میگم چلش در بتا اون طور در یالک رسم من میرم این دفعه کجا میری؟ میرم تا اگر تو مادرم چی کو که گوشنه است سلما جان چی کار دارم برو مادر جان برم بر تکنیک هم کنم میخوری نه ساعت که بویم بازم یک میگی نمی بیشی حالا بیشی نه من بیشی دختر بیشی من میرم جان سلمان پس تو که من بیشی حالا چی رو سرش من دادم فهمیدی چی بگم
هیچ چیز نگو دانه چوب بگی دیگه چی بگویم خواهی دادر مادر ما تو بان که بره بان که بره من میگم خدا کنه 5000 بگیره نمیبینی 2500 پیش میال تو خود خرج میفهمی که تو سلما تیلا نکنه نه تو تیلا خود اولش خواهی سلما تیلا نکنه خواهی سلما تیلا کده باشه خود تو چرا کده از همون زبان کری که بزنه تو خبر داریم از زبان کردم سلما صبر که تو ما بیایم بجانت تو بچه مرا میزنی هیچ کس رانه بچه مرا چرا بچه مرا رو خود چرا بچه مرا که پشتی بیل زدی؟ چی شده؟ او دختر بچه مرا که پشتی بیل زدی رفتم عکس پایش گرفتم گفت پایش کسر کرده همه صدقه مرا پیسه بدی چیغ نزن مادر 5-6 هزار روپا مصرف کردیم چی کنم مادر تا همه جان صدقه چه خیر والله امیو گپ آرامی هم مادر مریض است پیش نخواد زیاد خب مادر تو مریض بچه یک مامان مریض داری خانه افتاده خیر چی خبر میگه چیغ نزن 4 تا همسایه خبر میشه مادرم خبر میشه خیره خب مرا خیلی پیسه بدی پیسه چی بودم چی شده ما رفتم میگه چی شده کتی پشتی بیل زدی پای بچه من شکستانی میگه چی شده بکشیش خیلی باسیده شوه اما آیا این بچه چرا گپای ناق میزنه چی گفته؟ مرا آمده مادر دیدنش نرفتی نه چیز نگفته دیدنم کی آمده گفت ما گفت دیدن زن مامان میرفته مرگ سلما زده بچه تو خوب بچهش دیدن زن مامان خود میاد خیلی بد بچه است میفهمی اینجا ما آمده بودم چشتا بودم آمده به ما یک گپای ناق قول زد در گپ به یک گپا خیره مادرم بیچاره مریض سر میگیره مسخره میکنه چی گفتش مسخره کردش من به مادرت پمپر میارم که اگه پیسه میده شما تو میاردم این داموت است چی میگه بچه ما تو رکایی نمیگه بچه ما تو بچه ات ما تربیه نکردیم بچه ما گوه ما پمپر میارم هنوز مرگو گفت از یولی گفت مادر گفت همت یک دیسه گل خوبش بکن مرا نه بچیم برو از شورنه از گل فروشی گل خوبش بخر به زن مامایی بر از یولی گل نبر بچه ما خبی تربیه نیست دروغ میگین من بچه شما خود دیدم بچه تو قدر با تربیهش میاد دیدن زن مامای خود خوشی جای مادر میباشه بعد دیگه ما تو چی دارید که ما چی دارید تو ما چی ندارم ماما صدقه خاطر که پشت بیل زدی بچه مرا چی نزنم مادر خبر میشه چی میکنی من میرم مادر تو میگم 3 سال خوب مگه چی میخوای از من چی میخوای من میخوایم چیزی که مصرف کنی مر پیسه شه بده از خود گپ میزنم خیلی چرا تو تیلا کن و همه خبر رفتم از اینجا گفتم مادر چطور از گفت از خاطر تو شده من گفتم چرا از خاطر من شد سرنامه خیلی گرفت مرا کته بیل زد تو هم نمیفهمی نگو که خودت افتیدی اونجا که من ترا صدا کردم خب بار دوم بود که افتیدم اونجا پای مچ خورد افتیدم 2 برابر آگاه شدم پیش از اگه تو اینجا میبینی که سلمان چه رقم کته بیل مرا زد نمیموندن که میرفتم این جنگ بانک من خدا کنه 5000 بگیره که اگر خرچی جیب من بره اگر جنگ خوش دارین خب بگو میبینیم به خرچی چی من برای خب همون که خرچی برای ای پای جور نشه چی جور میکنم میشه آخر جورش میکنم پای تو دار میکنم چیز بیارم برای چی بیارم بخیر اقصا در خانه هرچی که هست در خانه چی هست لگه خواهم چیزای بشگی هست میخوریم دیگه چی هست هرچی که یک ذره کچالو دیگه خودم چیز دیگه خونه است جوش بدی کچالو را قرما نبری حال جوش دادگی خوب است سرجه یک ذره نمک اندازی میخونم دیگه چیز نبری خود نکو که زیاد میشه دردش وی قدر دور اکتوبر که نمیام نی باز کده میتونم نی جمع کده پای من حدیث که هر طرف میدویدی اونو پای تما گشت حالا کی بگوی اخو اون طرف که کار نداره خودش نرو من از اینجا دیر میشدم میامدم خانه تو نمیرفتم دیدم که در پیش گلا 6 سال به خود بونگ بونگ داره گپ میزده من قطع شدم باش گفتم نمیشیدش تا مادر چطور از خود انسانیت مرا بیبی کار از او را بیبی من از انسانیت تا شدم گفتم مادر چی دوا داره دیگه باید که تو کمیشی کست جای من بسیار خیلی خوب میشه دیگه نمیکدی زبان نمیکدی کتش میگه زبان کردن خانه آدم خراب میکنه میکنه او جوش بانی که او یخ بر پای نقص میکنه خب که او جوش گفته بخور دکتر خب دردش زیاد میکنه چی بگیم به جور تایار است بگیم همه مادر جان 10,000 میگیری 5,000 میگیری من جیب خرچی ندارم پای مایم جور تایار است شکر خدا کنه 5,000 بگیره خدا که از پیسه دار بیار یعنی شکر جور تایار است باش کنم نه حال با چیز نمیگم
باش سلما بیا پیش تو پیش نک باز دل ما جمع شه ما برو خیلی ای خدا مامی من میبینم رنگش سرم بد میخوره بچه لچکش خو بیخی بیخی زبانش پرپر شده بیخی اتی اگر پای میزنه که در هیچ کتاب جور نمیه کلش دست از نم بچه شد ای تشویش از ور نکن مادر من در دینشان میفهم چه قسم برا بیارمشان از زیبات کدیمه طرف هستن من خدا برشان چپ گرفتم هیچ چیز نگفتم از زیبات من میفهم که ایشان با کدام زبان گپ بزنم هر قدر خوبی کردم و خوبی را نفهمیدن احترام من نفهمیدن بچه همه گفته بلند گپ نزدم در قلق کن قلق میکن نبیان سعیش مادر جان در نظرم قلق میکنم بیا از دو دستن باند جوزی جور کردن کلشان رقم مهارتی که در جوزی ها دارن مالا اگر دوز اصلی داشته باشه یا که گوشت را دوزی کردن دیگه یا اگر مقامانده خود ما را بکشن خلاص تشویش نکن مادر جان قصدی کارا را کلش ازشان میگیرم مادر مرده ای حالت رساندن دعا کن جور شو جور میشی مادر جان نیت تشویش نکن کل وارا جور میشی اینم یک چند روز همی دواگکای تا بخو بخیر خوب میشی دکتر هم گفتک قابل تشویش نیستک فقط یک کمک سرش فشار آمده حالت رویش خراب است دیگه جور تیار است خودت کوشش کن مادر جان که گپ بزنی دست حرکت بتی خودت کوشش نکنی ما صد که پیشت باشیم هیچ کار کردن نمیتونی نه اینم قسم تامین نه خیر مادر جان کوشش کن یگان حرکت بتی دسته ما برم مادر جان بیرم سلمو چی دم دیگم باید بانم سیسته یا چند دقیقه خواب کن یارم ببرم پای خود شش 7,000 روپیه من خرج کردیم 7,000 روپیه که رفتم مرکز گفتم که فیس دکتر دادم اونجا که خلطی دوا داد کنم گفت کلاو پوچه و مچم نخوت و گندم یاره که چفرت او پیسی از او خمزه پیش من نیست تو بچه من از پای فلج کردی سبا میخورتر مردم میگن شوی شلکت تو بچه شلک دادن علاقه محکم خود نداده بودم که بچه تو فلج شوه بیا بر اکسای پایش سایکو کسر کرده استخوان این طورم کسر کرده این طورم کسر کرده بچه من تو بیخی فلج کردی از پای مونده خداوند جزایش داد اومد مادر من یک گپای گفت خداوند جزایش داد خداوند که جزایش داده اینا تو هم پیسه من بده که مصرفکای امید بده امید سر سفید است من امید بعد رو با قان جمع کرد پیسه کار داری هر چیز کار داری یا پیسه کار داری بین خود جور میم خیر گپ مادرم نرسونی مادرم جگرخون است مادرم میاد اگه خبر شه باز جگرخون میشه خودتون خود میبینین بچی حالت رسوندی مادر من نرسوندیم ما چی کردیم ما چی کردیم من فقط هم قم آمدم دیدم از وقتی که مادرم چه آمدم یک روز گفتم که چرا میکار کردی چون مادرم چیز نکردیم ما چیز نکردیم تو کت پشت بیل زدی بچی من فلج کردی ما مادرت کت پشت بیل نزدیم اون رقم نشده خیره مثلا قیچم گپ نزن خیره مادرم دخانه است که بشنوه و می قرآن که باز جگرخون میشه مریضیش کو میفهمه چی رقم است اون دکتر این جوابش داده بود دی چند وقت باز خوب شد خیلی من منتظر هستم خبر ازم کوری کبوتی از 6,000 روپیه بیار ما بریم بچه‌م کلاو پاچه بخرم گندم بخرم نخود بخرم اگه بچه تو مریض خو مادرم دو چند ما پیسه ندارم تو خو بچه مکت پشت بیل زدی کم بود بمره خو پیسه ندارم فعلا این سوالا رو من هیچ خوشم نمیاد سوالا این مسئله خانوادگی تو باید بیچاره کلا که ما جگر خون شدیم ما جگر خون شدیم ولی جگر خون شده با من میگن با مادر من میرم چرا مردم هستین جالات که هستن آدم گپ شما من خب میشناسم مردم خوب بودن خب کل چیز بودن دیگه آدم بود نمیفهمه که زیر اما اولا بودن باشون همیشه دامش خوب بودن مادر خب چی کنیم بچه گفتم میرم کلتون میگن خوب است خب اصلا دیدین دیگه اینم نتیجه خوب بودن در اونا میته بود اونا دوزی میکنه یا عکسشون برآمد کل چیز از اونا سن از اونا خوب است کلان نیست میرم پسندش کنم موضوعش کلان نیست ما خودم میرم پیششون بچه نه ما خودم میرم بچه نیزنگ بزنی پرسم که ما خودم میرم تو گفتم باش نروی مادر نروی ما باید نه ما میرم چرا نرم بر چی نرم چرا سوال جواب پرسون نباشه اما دارن از خدا ما بیا ما خود نیست که با میدان که درد بزنه برش ولی چرا مادرم برم ما میرم نه هیچ کس نمیره همه جا نروی باید نه خودت برین مادر ما ایسا کو دختر جان بر ما جریان میمونیم گپ میزنیم
حالا بیبی نمیاد اونم جدا خدا گرفته خلاص من میرم میگه فرق میکنم من نمیدونم که تو خوشت بیبی خودش اگر تو خب سعی من درباره چی فکر کنم؟ خب گمش کو هر کسی یک عکس دیگر میده پول یک عکس دیگر میمونه عکس بگیری تو به خاطر این عکس میکاره میکنی چشم دیدی خودم میگی بچه جگر آدم سال میشه هم خو یک سال گذشت ما رو دیدی یک دفعه مسئله ما چه قسم شد کردم دیگه چی میکنی؟ ساش تاکید میکنی که خوب است خب من مقصد میرم بچه من گپ تل میکنم ما خب بخی ترسیده شدیم هم اگه واقعیت پرسان کنیم چرا بترسی؟ اون خوردگیش آوردن شیرنی آوردن او خونام تو راست دارم چی کنم؟ چی کنم؟ آلیام تشا خو ما بخی برای بیزار کردن از من میشونم میگویم من میرم نمیمونم خلاص میکنم حالا مورا خلاص میکنم از اینم نمیمونم که بگیریش نه اون تو کار میکنی زیست برو دیگه مرا بانی من میرم نه جای نمیری همه ضرور نیست گم شو کار سرسدای بیبی ما میبره حالا بان که سر صدا کنن که یک سر صدا کنن من میرم هیچی اون آرام بانشون دیگه چی کار داری بیا بریم مادر خانه بریم میگن چه بیا باید خب محتاج اینا چیز نگوین خب بیا چای تا بخو برای تا چیز نمیم بخور نان تا بخو تو اشان فترت نید نان نخوردی نه چرا میای اینم جا قرار مفتی خلاص اون دوا رو خوردم شام خوردم دوا منتفت به خدا یک درک از شام کنه خاطر میگم نه دی دوا خورده خوب نمیشه میرفتیم نه از شام کنه کمک فت به اگر خدا خود راحت از گلا نکنه باز بی آجی گلا میکنه دیدی دیگه او دفعه یک پاش موش خورده بود نه چقدر تو را گفت یک دفعه نامدی اولش نگرفتی گپای از او خواه از خیره منتها میرم رفتن میرم دیگه یک درک بخیر کمک بهتر شم میرم بخیر سلامت باشی سمیرا جان شکر که تو هستی که تو راهنمایی میکنی دیگه میکنی اون تو غمخوری میکنی یک دوا میاری چی اسم مگه کدام چیز کار داشتی خیلی با سلام خب سلامت باشی برو بخیر برو آقا برو برو نه گمش کنم ببری نمیشه باز که چه پدگام میگیرم قدس که از خاطر گلی را خوردیم خب سیست برو بخیر ببر زنده باشی نه شکر که میزنه گرفته بودم اگه می نمی بودن حال پرسان کی میکرد بچه خودم غم جان خود است اونم نامزاد است دیگه از در فکر اموز غیر در تلفن کرد نامزاد گفت دیگه کن شکر که همین سمیلا بود ای پای کم خدا الله حالا چرا اینقدر این خود درد نداره خود دکترم گفت که خوب از چیزادی است چطور درد نداره گوشت پاره کردم مردم چی میگی دیگه خیر خوب میشه چیسته حالا تو چرا من نمیمانی که من یک دفعه پیش مادرم برم راستی سمیرا جان خواستم داشتم اول متوجه شدم دخترتون بسیار چند روز افسرده شده بسیار جگرخونی میکنه به خاطر شما در مکتب جگرخونی میکنه راستی؟ هیچ دیگه در درسای خود توجه نمیکنه کارخانگی خودم مکمل نمیاره دیگه شما دیدم بعد لیست فامیلای ما بود گفتم شما تجیه جان بانم به خاطر که دیگه یک رقم بسیار اوقاتش در خواهد جان رو سلام خالد وعلیکم بچیم خوب هستی جان جور شکر شما خوب هست شکر خیرت باشه کجا میری بچیم تو کی هستی بطره بشناسم سلمانشان کار داشتم مادرش مریض بوده زمان مادرش مریض است و نیستن شفاخانه رفتن اونو جا گوش از این پر میکنن مچم چی میگن راست میگی بیادر جان بخدا اینه که باز آمدم مونمون باز مریض میشه یک رقم میشه نمیفهم که از چی بگه نمیفهمن حالا زندگیت خانی تلای دار